السلام علیکم دوستان عزیز. درباره شخص‌هایی که نماز نمیخوانند میگویند فقط دل صاف باشد، یک چیزی میگویید. اکنون برادرای از این شخصیت ها، انسان‌هایی که میگویند که یعنی دل صاف باشه و نماز نمیخوانند، امر و گفته خدا را به جا نمیارند، اینها فهمیده میشه که دلهاشو صاف نیستند. صافی دل این در عبادت و بندگی خدا است. صافی دل در یعنی فرمانبرداری و اطاعت خدا است. این همون اعتقادی چی هست؟ انسان‌های یعنی عقیده‌های باطله داشتن، اعتقادهای همونها هست. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث مبارکشون هست که حدیث بخاری و مسلم روایت کردن، میفرمایند درباره دل هست. این حضرت میفرمایند که الا و ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هی القلب. گفتن در جسم و بدن هر انسان یک گوشپاره هست، یک جزئی، یک عضو معده هست. وقتی این عضو اصلاح شد یعنی پاکیزه و صاف و خوب شد، جسم و بدن انسان خوب می شود. اما اگر این فاسد شد، بد شد، ناپاک شد، جسم و بدن انسان بد و ناپاک می شود. جناب پیغمبر گفتن شما این را حتما بدانید که این دل است. وقتی انسان دلش صاف شد و اهل عبادت می شود، می توانش یعنی از روی انصاف می شود که انسان یک انسان زیناگر، یک انسان فاسق، یک انسان بینماز گفته شود که این دلش صاف است. البته را هرگز نمیشه. صافی دل در عبادت بندگی خدا است. صافی دل در پاکیزه بودن است، در خوب بودن است. انسان بگه که یعنی فقط دل صاف باشه و یعنی نماز نخونه، فهمیده میشه این دل صاف نه، بلکه دل بد و ناپاک است.